سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چنل یوتیوب فیکس برندینگ که امروز درس ما درس فتوشاپ می باشه که بخش سلکشن است. و اگر شما میخواین که درس قبلی بخش فتوشاپ از 0 تا 100 شما ویدیوها را ببینین در چنل یوتیوب فیکس برندینگ، در قسمت پلیلیست شما میتونین که آموزش فتوشاپ از 0 تا 100 شما از اونجا میتونین ویدیوها را گذشته را همیشه ببینین و تعقیب کنین. و امروز درس ما راجع به تولز است که آپشن سلکشن است که چطور میتونیم سلکشن کنیم و آپشن سلکشن به چی نوع می باشه که امروز میخوایم بخش سلکشن رو به شما معرفی کنیم. پس میریم شروع میکنیم. نام آرش ثاقب است و امروز معرفی بخش سلکشن های فتوشاپ می باشه که پیش از اینکه درس شروع کنین شما حتما چنل یوتیوب فیکس برندینگ لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیوها رو شیر کنین به دوستانتون که علاقه‌مندی به بخش فتوشاپ و بخش گرافیک داره. شما میتونید که تمام بخش های گرافیکی را از چنل یوتیوب فیکس برندینگ بلد شوید. پس میریم درس شروع میکنیم. خب میبینید دوستا، پیش از اینکه بخش سلکشن ما به شما معرفی کنیم، اینجا ما یک صفحه منظره رو ما به شما آوردیم که راجع به این میخوایم صحبت کنیم، درست است؟ و در این قسمت درسبار شما میبینید که بسیار آپشن ها است که در درس گذشته من بخش مفتول رو به شما معرفی کردم که امروز بخش رکتانگل مارکیوس است. خب دوستان عزیز، پیش از اینکه درس ما شروع کنیم، این قسمت میبینیم که ما یک صفحه منظره در صفحه فتوشاپ آوردیم که راجع به می منظره میخوایم که بخش سلکشن رو به شما بگویم، درست است؟ در این قسمت شما میبینید که ابزارهایی که مربوط تولز میباشه بسیار زیادی است که امروز راجع به رکتانگل مارکیو میخوایم به شما معرفی کنیم که این بخش شامل 4 قسمت دیگه میباشه که اول 4 کنج است، دومش به شکل دایره هست و سوم و چهارمش به شکل خطی است که میشه در آخرای ویدیو به شما معرفی کنیم، درست است؟ در قدم اول میم بخش رکتانگل مارکیوس انتخاب میکنیم و یک سلکشن میخوایم ایجاد کنیم. هرگاه شما خواستین که یک سلکشن انتخاب کنین، فقط با ماوس طرف سمت چپ تان یک کلیک محکم میگیریم و هر اندازه‌ای که شما میخواین که سلکشن انتخاب کنین، شما میتونین که با فشار دادن کلیک سمت دست چپ شما میتونین که سلکشن انتخاب کنین به اندازه مختلفی که شما نیاز دارین، درست است؟ شما این رو میبینین که یک سلکشنی که اندازه شکل ما میخواستیم انتخاب شده. و سلکشن کاربردش چی است؟ سلکشن یعنی به معنای از این که شما هر قسمت یک عکس یا مثلا یک دیزاین تان میخواین که در او تغییرات بیارین یا مثلا میخواین بالای از او کار کنین، از برش میباشه و شامل چندین آپشن میباشه که در داخل همین سلکشن کار میته. شما میخواین که او را استفاده کنین یا میته شما او را سلکشن کنین، درست است؟ به مثال شما این قسمت که سلکت کردین میین در قسمت برش و برش از شما انتخاب کنین، میبینید که یک رنگ ایجاد شده، درست است؟ اگر شما بخواین که از قسمت سلکشن بیرون انتخاب کنین، به شما آپشن نمیده، چون شما سلکت کردین که از امی 4 کن شکل یا از امی قسمت سلکشن دیگه بیرون به شما اجازه نمیده، چون سلکشن کارش همی است که هر قسمت که شما سلکشن کردین بر روی صفحه با اون اندازه به شما یعنی جای میده که شما میتونید که اون قسمت سلکشن کنید. و بعضی آپشن های دیگه هم هست در قسمت تولبار است که بدون از اینکه شما سلکشن کنین شما میتونید که بعضی تغییرات هم بیارید. به مثال اینجا می شما آپشن رکتانگل تولز انتخاب میکنید و بدون از اینکه مثلا سلکشن در داخل چوکات به شما تغییرات بیاره، در بیرون هم میتونید که شما اضافه کنید. میبینید که بعضی آپشن های دیگه هم هست که بدون از اینکه شما سلکشن کنین در داخل خود صفحه به شما اجازه میده که شما هر تغییراتی که میخواین بیارین به شما بیاره، درست است؟ حالا من پس به حالت قبلی میخوایم صفحه خود بیاریم که کنترل زد میکنیم، درست است؟ خب پیش از اینکه ما بخش دیگه سلکشن به شما معرفی کنم، میخوایم درباره کنترل زد بگویم. کنترل زد یک نوع شارکتی هست که شما در هر پروگرام گرافیکی
میخواین که یک مثلا کار میکنین به حالت قبلی صفحه‌تان برمیگردانین، شما با شرکت کنترل زد میتونین که صفحه قبلی خود بیارین. درست است؟ هر اشتباهی مثلا از پیش شما سر میزنه یا هر تغییراتی که آوردین میخواین پس به حالت قبلی بیاید، شما میتونین که با شرکت کنترل زد میتونین بیاین اما صفحه قبلی تان بیارین که در هر پروگرام گرافیکی کنترل زد قابل اجرا می باشه که میتونین که صفحه تان به شکل اولی دوباره برگردونید. درست است؟ و همچنان هم کنترل زد و بعض شرکت های دیگه هم است که کنترل الت زد میتونین هم فشار بدین. با امی قسم شرکت شما میتونین که صفحه تان دوباره منظم کنید. خب میان در قسمت رکتانگل مارکیوس که ما در درسای گذشته به شما گفتیم که هر تولز که شما اینجا کلیک کنین در قسمت بالایی بخش آپشن بار است که با قسمت آپشن بار شما میتونید که امی سلکشن های تان کنترل کنین. درست است؟ و در این قسمت شما میبینید که بخش اولیش که هست بخش سلکشن تاقی می باشه، یعنی یک دانه شما میتونید که همیشه سلکشن کنین. به مثال شما یک سلکشن اینجا انتخاب کردین، اگر خواستین که یک بار دیگه هم سلکشن بخواین انجام بدین شما میبینین که با فشار دادن یک بار کلیک دیگه سلکشن قبلی حذف میشه، یعنی از بین میره و شما تنها یک تا میتر، چون که این قسمت اولی شما انتخاب کردین که شما میخواین تنها یک تا سلکشن داشته باشین. هرگاه میخواستین که با یک سلکشن میخواین که یک سلکشن دیگه هم در پولیش میخواید باشه، فقط شما میین در قسمت دومی شما اینجا آیکانش هم میبینین که دو دانه سلکشن است و وصل کننده هم است. امی خود سلکشن هم ببینین بخش شما میفهمید که به شما معنا میده که یعنی در پولیس شما سلکشن داشته باشین میتونید که دیگه هم اضافه کنین. درست است؟ میایم یک تا سلکشن این قسمت انتخاب میکنه و اینجا با شما کار میکنه. میبینین که یک سلکشن قبلی داشتیم و یکی دیگه که تازه بهشون ایجاد کردیم. میبینین که دو دانه سلکشن ایجاد شده. به همین قسم هر قدر که شما سلکشن هم بخواین اضافه کنین مشکل نیست، چون در این قسمت به شما سلکشن انتخاب کردین که ما میخوایم که زیادتر از یک تا میخوایم سلکشن داشته باشیم. درست است؟ و این قسمت از این بخش ما انتخاب میکنیم و هرگاه شما خواستین که سلکشن شما کم شود اندازهش، درست است، شما میتونین که از این قسمت آپشن بیاین و میبینین که این قسمت اگر بیاین میبینین که بخشی که ماوستان میباشه مثبت است و اینجا هم منفی است و مثبت از این است که چند تا رو میتونین اضافه کنین و هم میتونین که با یکی دیگه سلکشن ها رو وصل کنین. درست است؟ شما میبینین که در این قسمت سلکشن با هم دیگه جدا است. اگه خواستین که این سلکشن با هم وصل شود میتونین که سلکشن مابین انتخاب کنین. میبینین که سلکشن با هم وصل شد. اگه خواستین که مثلا این سلکشن از بین دوباره منفی شود یعنی کم شود شما میتونید در این قسمت بالایی بیاین و هر جایی که شما خواسته باشین میتونید که امور کم کنین. درست است؟ و بخش ماوس هم میبینید که منفی است. اینجا میتونید که ماوس انتخاب کنین، میبینید که با اون اندازه‌ای که ما سلکت کردیم سلکشن ما کمتر شد، یعنی تفاوت ای است که این منفی میکنه و این جمع میکنه، این اضافه میکنه و این دوباره حذف میکنه. میبینید که هر قدر شما خواسته باشه سلکشن شما کم بشه، چون ما از بخش سلکشن ها سیوم انتخاب کردیم. درست است؟ یعنی تفاوت این سلکشن ها همی میباشن. و در قسمت آخر چهارمی شما میبینید که یک سلکشن است که در قسمت ماوس به شکل X است، یعنی شما هر قسمت همین سلکشن شما بخواین انتخاب کنین فقط این قسمت که انتخاب کنین یعنی بیرون از روش هر قدر که می باشه او را حذف میکنم. به مثال سلکشن انتخاب میکنیم میبینیم که همون اندازه‌ای که ما در بین سلکشن ها میخواستیم انتخاب کنیم همون قدر بر ما داد. از او اضافه تر ما که سلکشن داشتیم او را از بین برد. درست است؟ و اگه خواستیم همی هم از این قدر کمتر شود و چهار اطرافش از بین بره میتونیم که دیگه
از بین از این سکشن ما کم کنیم. یعنی تفاوت از این سکشن ها ای است که ای به شکل طاقه‌ای می باشه و ای به شکل جمع می باشه و ای منفی میکنه و ای در بین خود سکشن هایی که می باشه میتونین که یعنی اضافهش اوستو کنین. اما قسمت که شما نیاز می داشته باشین به شما سلکشن میده. بعضی اشخاص هستن که بدون از اینکه با ماوس مثلا جایش انتخاب کنن که کدام سلکشن در کجا است و انتخاب کنن، با شارکت راحت تر هستن. حالا ما میخوایم که بخش شارکت هایش با شما بگویم. خب این قسمت شما انتخاب کنین سلکشن. شارکت از این چی است؟ اگه خواستین که اضافه کنین سلکشن تونه، شما شفت محکم میگیرین با کیبورد، میبینین که یعنی علامت جمع میه و این قسمت میبینین که خود شارکت که وقتی شما فشار میدین سلکشن خودش تغییر میخوره. درست است؟ با این مقصد شما میتونین که هر قدر که سلکشن که بخواین اضافه کنین هم میتونین و اگه خواستین که هم وصل شوه میتونین که شفت قائم بگیرین با شارکت میتونین که سلکشن تان انتخاب کنین. و اگر خواستین که منفی شوه بخش سیوبی رو بگیر، شما میتونید که الت کلیک کنید، میبینید که سلکشن خودش تغییر کرد و بخش سیومی آمد و مقصد میتونید که بخش سلکشن تونه کمتر کنین. درست است؟ هر قدر شما نیاز می داشته باشین میتونید از این قسمت کم کنین. و اگر خواستین که یعنی در بین سلکشن ها اما اندازه که شما نیاز دارین اضافهش حذف کنه، شما میتونید که شفت الت با کیبورد فشار بده و اینجا ماوس میبینید که تغییر کرد. درست است؟ ایکس آمد. این قسمت شما میخواین که سلکشن انتخاب کنین به می اندازه و شما سلکشن داد. درست است؟ و این ما کنترل دی میکنیم. خب حالا میایم در قسمت از که چرا ما کنترل دی کردیم. کنترل دی یعنی شارکت سلکشن که شما اینجا انتخاب کردین، خود سلکشن که در مجموع می باشه میخواین حذف شوه. اگر شما دیلیت بزنید که باشه که بخش سلکشن ما حذف شوه، اگر شما دیلیت بزنید مکمل صفحه که لیری که مربوط سلکشن می باشه دیلیت میکنه. یعنی تفاوت شما ببینید. اگر شما خواستین که تنها سلکشن از بین بره، شما میتونید که کنترل دی کنین. درست است؟ و اینجا شارکتش هم هست که کنترل دی. اینجا میبینید که دیسلکت است. دیسلکت میکنید میبینید که از بین رفت. اگر خواستین که پس همون اندازه سلکشن شما در قبلی آورده بودین پس دوباره بیاید، شما میین در بخش سلکشن و اینجا شارکتش هم هست که شفت کنترل دی است. شفت کنترل دی. درست است؟ و اینجا هم میتونید که با سلکشن با ماوس هم میتونید که همون قسمت انجام بدید. درست است؟ یعنی با کنترل دی سلکشن تمار همون قسمت انتخاب شده شه از بین میبره. خب حالا میایم در قسمت استایل. استایل چی کاره به انجام میده؟ ما در قسمت استایل 3 بخش داریم. نورمال است، فیکسد ریتوس و فیکسد سایز است. اگر شما نورمال انتخاب کنید شما میبینید که هر قسمتی که شما اندازه که خواسته باشین یعنی آزاد میباشه. هر قدر شما مثلا میخواین ترازیش زیاد باشه و برش کم باشه و شما آپشن راحت تر میتن. درست است؟ و اگر شما خواستین که مثلا در قسمت فیکسد ریتو بیاین چی کاره بخواین انجام بدین، شما اینجا انتخاب میکنین سایز و شما میتن که 100. درست است؟ و در این قسمت به شما آپشن است که میتونین اشتراک کنین 500. یعنی این سایز است که یعنی همون اندازه که شما سلکشن که میخواین در صفحه خود داشته باشین شما میتونید اینجا سایز بدین. درست است؟ مثلا 1:500 گرفتیم. درست است؟ اینجا شما انتخاب میکنید میبینید که همون اندازه 1:500 هست، اما هر قدر که بزرگتر کنین همون مکمل سایز 1:500 مکمل بزرگ میشه. درست است؟ و اگه خواستید که همین سایز مثلا پس برعکس شود، شما اینجا به شما آپشن میده که با کلیک اینجا فشار بدین و دوباره سلکشن که میبینید که همون اندازه به شما میاره. درست است؟ یعنی همون سایز دوباره به شکل برعکس به شما آورد. و کنترل دی میکنین دوباره میایم به بخش فیکسد سایز. فیکسد سایز چه بخش انجام میده؟ اینجا که هست این دلخواه خود آپشن می باشد. درست است؟ به این مثال شما اینجا نشته میکنین که 800 پکسل و این قسمت همش نشته میکنین که درازی و برش است، ویدت هند هایتش است که نشته میکنین 800. فقط با یک بار کلیک
شما میتونید که سایزی که مورد نیازتان می باشه بدون از که شما سایز را کش کنید میتونید در این قسمت شما سلکشن خود با سایزی که شما انتخاب کردید به شما میاره. فقط با یک بار کلیک میبینیم یک بار کلیک کنین اما اندازه‌ای که 800 می باشه به شما استاندارد براتون آورد. اگه خواستین که همین سایز به چندین جای مثلا هر سکشن تا زیادتر شه میتونین که در این قسمت شما بیارین به بخش از که اضافه کردن سکشن می باشه شما کلیک کنین میبینید که اما اندازه را چندین دانه که شما نیاز می داشته باشین به شما سلکشن میده. درست است؟ یعنی فقط با یک بار کلیک در قسمت فیکس سایز شما میتونید که سلکشن های مورد نیازتان ایجاد کنید. درست است؟ دوباره میایم کنترل دی. خب حالا میایم در قسمت سلکشن و اینجا به نام فیدر است. فیدر چی کاره به شما انجام میده؟ خب میایم مثال به شما میگم اگر شما در این قسمت سایز خب باش ما سایز از زیر دوباره به حالت اولی بیارم خب نورمال. خب در این قسمت میایم در قسمت فیدر. اگر شما فیدر شما 0 باشه اندازش درست است شما یک سلکشن انتخاب میکنین میبینین که امی 4 شنگ ازی به شکل نقطه است. درست است و تفاوت ازی چی است؟ اگر شما ایره بیاین کپی کنین درست است میایم در قسمت ادیت اینجا کپی و شارکتش هم است که کنترل سی است. درست است؟ کپی میکنیم دوباره در بخش لیرها میاریم و صفحه که مربوط لیرهای فتوشاپ می باشه که همین قسمت لیرها انشاءالله بخیر در درسای آینده حتما به شما آموزش میتم که لیرها درسای بسیار زیاد داره که بسیار مهم است که انشاءالله بخیر حتما ما به شما میگم. میان در قسمت لیر و چشمکی که مربوط هایت می باشه ایره هایت میکنیم و دوباره ایره میایم در قسمت اولی و اینجا میایم کنترل وی میکنیم میبینیم که همون قسمت سلکشن که ما انتخاب کردیم کپی کردیم و به خود صفحه آوردیم پیست کردیم میبینیم که همین به شکل چارشنگ آورده. درست است؟ اگر در این قسمت شما فیدر شما باشه اندازه 300 باشه درست است 300 باشه شما سلکشن انتخاب کنید میبینید که همون چارشنگی که مربوط سلکشن می باشه یعنی به شکل گل آمده. درست است؟ و تفاوت از این گل چی است؟ ایره میایم در این قسمت باز هم ما ایره کنترل سی میکنیم. درست است؟ صفحه لیر ما هایت میکنیم و دوباره کنترل وی میکنیم یعنی پیست. شما میبینید که همون قدر فیدر که شما انتخاب کرده باشین یعنی 4 تا بغل از اسموت شده یعنی صفحه به شکل تو گریدین مانند آمده. و تفاوت از این است که اگر 0 شما بگیرین فیدرتانه بینی چارشنگ می باشه اگر فیدر شما چقدر بالاتر باشه و کمتر باشه همون قدر به شکل گریدین به شما میارن. درست است؟ و میایم در اندازه از این که اگر شما فیدر شما 300 است اگر 100 میگیریم چی تفاوت می داشته باشن. من دوباره سلکشن خود انتخاب میکنیم که اما چارشنگ ازی یعنی که از 300 کده کمتر شده و اینجا میایم کپی میکنیم دوباره میایم در قسمت پیست میکنیم. درست است؟ خب میبینیم که این اندازه 300 است فیدر و این اندازه 100 است و این اندازه 0 است یعنی تفاوتش شما در اسکرین میبینید که چقدر فیدر یعنی تاثیرگذار بالای یک سلکشن ما هست. درست است؟ و سلکشن ما به اندازه چندین نوع می باشه که اگر شما میخواین که مثلا امی سلکشن شما از مرکزی بزرگتر شود میتونید که این قسمت بیاین. شما میبینید که در این قسمت شما هر سلکشنی که بخواین انجام بدین از سمت دست چپ بالایی همیشه سلکت میشه میبینید که از یک اندازه همیشه میاد. درست است؟ اگر خواستین که امی سلکشن شما به شکل مرکزی بزرگتر شود شما چی کار انجام میدین؟ در این قسمت میاین شما الت با کیبورد الت شما محکم میگه و ماوستان این قسمت ما میخوایم سلکت کنیم. در مرکزی میایم الت انتخاب میکنیم و سلکت خود انتخاب میکنیم میبینیم که از قسمت مرکز سلکشن ما بزرگ میشه یعنی بسیار خوب است که وقتی شما در دیزاین تا حتما کار کنین حتما به این چیز شما مواجه میشین و نیاز پیدا میکنین که از مرکزی شما سلکشن کنین.
درست است. میبینیم که اگر الت شما نگیریم میبینیم که از طرف سمت چپ همیشه سلکت میشه. اگر خواستین که مرکزی سلکت شود الت محکم میگیرین از قسمت مرکز یعنی مابین سلکشن میشه. و اگر خواستین که همین سلکشن شما همیشه استاندارد باشه یعنی طول و عرضش یک سایز باشه شما چی کار انجام میدین؟ با کیبورد شفت شما شفت محکم میگیرین و کش میکنین. میبینین که یک صفحه سیاه ایجاد میشه که هایت و ویدتش است که 14 ابدی در 14 ابدی پیکسل است. درست است؟ یعنی شفت اگر شما قایم بگیرین همیشه سلکشن استاندارد با شما میده و اگر شما شفت رها بکنین میبینین که آزاد میباشه. هر قدر که شما میخواین درازیش بزرگتر باشه و یا برش شما راحت هستین. استاندارد ما برای شما میتونین که هر قدر سایزی که شما متفاوت‌تر میخواین و شما سلکشن میده. و اگر بخواین که هم مرکزی باشه و هم استاندارد باشه شما چی کار انجام میدین؟ هم کیبورد شفت میگیرین و هم کیبورد الت میگیرین و این قسمت شما انتخاب کنین. میبینین که از هم استاندارد و هم از مرکزی کوچک و بزرگ میشه. شما میبینین که هم الت و شفت چی کار انجام میده، هم مرکزی است و هم استاندارد. درست است؟ خب دوباره کنترل دی میکنیم. خب بخش سلکشن ها رو من به شما گفتم که این 4 تا بخش انجام میده. فیدر چی کار انجام میده و بخش استایل چی کار انجام میده. درست است؟ خب میان در قسمت ازی که اگر ما بخوایم یک قسمت سلکت کنیم بالای تغییرات بیاریم و او یک لیر جدای خود فوتوشاپ باشه. درست است؟ چی کار باید انجام بدیم؟ حالا ما میخوایم به شما بگویم. شما میان در قسمت مفتول درست است و یک صفحه نو ایجاد میکنین که شارکتش همیشه در فکر خود داشته باشین. کنترل شفت ان است. این یک نیو لیر است، یک لیر جدید است. اینجا به شما بخش نیم است که شما آپشن براتون میتونین که نشکل صفر یک و اوکی میکنین. میبینید که اینجا یک لیر جدید اضافه شد. شما بخش سلکشن میایین و اینجا ماوس دارن کش میکنین یک سلکشن مختلفه به شما خودتان ایجاد میکنین و قسمت برش میایین و اینجا مثلا هر سلکشن شما میخواین ایجاد کنین در قسمت ازی که در داخل می خود صفحه ایجاد کردین کت برشتان کار میکنین. درست است؟ و کنترل دی میکنین میبینین که امی صفحه آماده و همین قسمت لیر است. شما لیر میگیرین هر با آپشن مفتول شما میتونید که به هر قسمتی که شما میخواین و شما آپشن داره که میتونید که آزاد راحت میتونید کار کنین. خب و اگر شما خواستین که خود سلکشن شما یعنی رکتانگل مارکیوستان سلکشن کردین اندازه دقیق است میخواین جایش انتقال بدین چی کار باید انجام بدین؟ شما میین در این قسمت سلکشن انتخاب میکنین. اگر بخواین که همین سلکشن انتقال بدین به اینجا در داخل خود صفحه با همین اول اینجا انتخاب میکنین سلکشن در قسمت صفحه میین با کلیک سمت دست چپ ماوستون میتونین که ایره جایش انتقال بدیم. درست است؟ میبینین که بسیار به راحتی سلکشن انتخاب میکنین. اگر در قسمت مفتول باشین اگر بخواین انتقال بدین اینجا در ماوستون میبینین که یک آیکن قیچی است یعنی کت است. شما اگر بخش مفتول انتخاب کنین میبینین که اگر کش کنین ممو صفحه خود سلکشن شما یعنی صفحه اصلی را کت کرده. درست است؟ همین قسم میتونین که جایشان تغییر بدین. فرق مفتول با سلکشن و شما میاره گفتم که اگر شما در سلکشن مفتول باشین بخواین رو تغییر بدین کت میشه. اگر در قسمت رکتانگل مارکیو اگر باشین شما میتونین خود سلکشن میخواین انتقال بدین. درست است؟ خب میان در حالت اولی میم. خب در قسمت سلکشن ها همین قسم 4 بخش که داره ما میتونیم که همین کارهایی که همیال انجام دادیم با تمام همین بخش ها میتونیم که انجام بدیم. مثلا به شکل دایروی اگر شما بیاین همون کارها شما انجام میتونیم. میبینید که به شکل دایروی است. اگر خواستین اضافه هم کنین میتونید که بالای از اضافه کنین و اگر خواستین که کم شود یا منفی شود هم میتونین که ایره کمتر کنیم و منفیش بسازیم. درست است؟ خب این بود قسمت
سریکشن های ما که در قسمت بخش سوم و چهارم از یک از زیادتر قدر نیاز نیست که مثلا در دیزاین خود ما استفاده کنیم. بعض وقتا نیاز میشه، اما زیادتر کاربرد سریکشن بخش فتوشاپ امید دادانه می باشه و قسمت سریکشن های فتوشاپ شامل چندین بخش های دیگه هم است که از طریق پینتون هم میتونیم و از طریق بخش های دیگه هم است که انشاءالله بخیر در درس های بعدی من حتما به شما میگویم. درست است؟ و همین قسم شما میبینید که اگر بخش سریکشن سوم شما انتخاب کنید میبینید که به شکل خط به شما سریکشن میده که اندازه از 1 پیکسل میباشه و اگر بخش چهارمیش انتخاب کنید میبینید که همون سریکشن به شکل خط ما به شکل چی آمده؟ درازی آمده. درست است؟ خب این بود درس سریکشن های فتوشاپ ما که راجع به فیدر با شما صحبت کردیم، راجع به آپشن هایی که در قسمت بالایی هم می باشه با شما صحبت کردیم. خدا کنه که مفید تمام شده باشن و درس های بعدی ما انشاءالله بخیر معرفی تمام بخش های مفتول می باشه که هر کدامش کاربرد جدای خاص خود داره که در درس های آینده می خواهیم به شما بگویم. درست است؟ و حتما این قسمت هایی که به شما ما گفتم حتما پیش خود کار کنین، تمرین کنین تا که آپشن های خوبتر به شما حفظ شد و بتانین که یک کاربرد بسیار خوب از اینا استفاده کنین. پس این بود درس امروز. چنل یوتیوب فیکس برندینگ حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیوها رو شیر کنین با دوستانتون. وقت خوب و خوش. خداحافظ. فیکس برندینگ، خلاقیت را زنده کنید، برندتان را ماندگار سازید.